درود بیننده یوتیوب کانال تیوی سیما. اینک قصه را برایتان قصه میکنم، باشد که به برخی نفران درسی عبرت بماند. مادر بیمار بود و با دل افگار و با تنی لرزان به فرزندش روی آورد و گفت: فرزندم، دارو میخواهم، جانم درد دارد. پس از این سخنها فرزند خوب مادر جان گیان برای خریدن دارو به مادری سالخورده‌اش بیرون برآمد. اما افسوس برای خریداری دارو مبلغی نداشت. پس از چند ساعت با اشک چشمان به خانه وارد شد که الکی مادر این دنیای فانی را پدرود گفته است. اشک چشمانش 6 قطار از 2 رخسار سرازیر شد. با تمام هستیش داد و فیغان کرد و مکتوبی را از زیر انگشتان دستان مادر خود پیدا نمود که چنین نوشته شده بود: پسرم، وقتی که من از تو دارو خواستم، من میدانستم که تو پول نداشتی. همان لحظه من به خود مردم، درون سوختم. سالها سپری می شود. روز فرزند برای دعای و فاتحه به سر قبر مادر می رود و سر خود را بالای قبر مادر می گذارد و می گوید: مادر جان، کجایی؟ کجا شدی مادر جان؟ بازای، خیلی پزمانت شدم. ببین، من کلان شدم، پولیاب شدم، همه احتیاجت را برآورده می کنم. زندگی ساختم. بیا مادر، تمام داراییم را نثارت می کنم. بله مادر جان، پولیاب شدم. مادر. زیر لب در سر مزار مادر سخن می کرد. در آخر دعای و فاتحه کرد تا جای مادر جنت و روانش شاد باشد. بیننده عزیز، این قصه تقدیم به آن نفرانی که مادر گم کردند. با صبر و تحمل باشد. آنانی که مادر در کنارتان هستند دوستشان دارید. به قدر و منزلت مادر برسید و احتیاط بکنید. احترامش را به جا آورید. اقلاً 1 بار بگویید: مادر جان، خیلی دوستت دارم. باقی قضاوت از شما. سلامت و پیروز باشید.